سلام بچه ها، اومدیم که آموزش بازی اوکسایت رو که پارت اولش هست رو ریکورد کنیم. یه توضیحاتی من دارم. هیچ موقع اگه تازه اومدید توی سرور هیچ موقع سرور شلوغ ندید. حالا من یه سرور شلوغ رفتم چون رفیقام اینجا هستن. سرور شلوغ نه، سرورهای خلوت برید. بعد اول کار، حالا قبلا اول باید چوب میزدی، ولی خب الان یکم بازی پیشرفت کرده. الان دیگه جعبه هست، جعبه رو باز کنید بهتر از اینه که برید چوب بزنید بیس بزنید. و پیشنهاد من اینه که اول برید باکس های چوبی و قرمز و اینا که دور اطراف مپ اسپام میشن اونا رو برید لوت کنید. اونا رو هیچ کی لوت نمیکنه. حالا شاید نیکدا برن لوت کنن اونا رو، ولی متالی و لباس چرمی ها نمیرن اصلا سمت اونا. و الان من در چوب میزنم که شاید ساخته بیس بره برای پارت بعد. و پارت بعدم که قرار بیس بزنیم و اینجور چیزا. اینجا هر موقع خواستید چوب بزنید چرخشی چوب بزنید، یعنی هیچ موقع مستقیم نزنید، چون یک با نیزه آهنی از پشت راحت میتونه بیزنه وانشاتتون کنه با بکشتتون. و بهترین سلاح بازی اول بازی نیزه هستش. نیزه خوبه، جونش خیلی زود کم میشه ولی کار آدم را میندازه. اینجا یه دونه من آدم دیدم یه تفنگ داشت، وینچستر داشت. بعد هر موقع خواستید مثلا با چماق، با تبر، با کلنگ اینا برید یه دونه آدم بکشید، هیچ موقع اگه تفنگ داشت مثلا وقتی میاد جلو، هیچ موقع جلو دیده تفنگش نباشید میزنه دیگه. مثلا داشت فرار میکرد، فکر نکنید اون فرار کرده، اون یهویی برمیگرده چون شما تو راستای اونید، یهویی میزنه میکشدتون با تفنگ. و زیگزاگی برید اگه داشت مستقیم یارو میرفت. البته چون تایم ویدیو خیلی زیاد شد، تقریبا 3 دقیقه 4 دقیقه اینا شد، و برگشتم برای پارت بعد. حالا شاید کمتر کسی این فیلم رو نگاه کنه چون که این فیلم اکثرا ویو نمیگیره، 5-6 تا 10 تا بهتره کنه 20 تا. ولی من اینجا چوب میزنم دیگه، حرف اضافی نمیزنم. تازه بچه راستی این مهمترین چیز بازی اول بازی اسکرپه که احتمال ارز بازی شناخته میشه. و هر مثلا اول بازی روز دوم وایب اگه اسکرپ داشته باشید، مثلا 2K 2000 تا 3000 تا اینا، راحت میرسید به قدرت. چون که اسکرپ مثلا شما با میز کار میتونید بازشون کنید، با میز کار میتونید وسایل جدید باز کنید، گانا، وینچستر، AK، اسناپ، اینا رو میتونید باز کنید. توی آپدیت های کریسمس که پیار سالم داده بود، یه جعبه های قرمز، بنفش، زرد اومده که قرمز پایین ترین ردشونه. مثلا قرمز اونقدر چیز شاهی خفنی نمیده. برقش هم بره برای پارت بعد.